در این ویدیو شما مراحل ساخت آویز زنده رود رو میتونید مشاهده کنید. همچنین یه سری نکات آموزشی در طول ویدیو میگم که میتونید استفاده کنید. اول سریزوب اسمیت رو میبندم روی اسمیت تا صفحه نقرم رو ذوب کنم و برای دیواره شدن آماده بشه. بعد از تنظیم کردن شعله مناسب سریزوب ابتدا بوتمون رو حسابی گرم میکنیم که برای ذوب آماده بشه. اگر از بوته نو میخواید استفاده کنید ابتدا باید با تنه کار آب بندی بشه. استفاده از تنه کار باعث تسریع ذوب فلزاتی مثل طلا و نقره میشه. بعد از اینکه طلا یا نقره مورد نظرمون ذوب شد باز هم تنه کار میزنیم و به خوبی حرارت میدیم و هم میزنیم تا کل مذابمون با هم ترکیب بشن. بعدش نوبت روغن زدن و داغ کردن ریژه میرسه. پس حتما ریژه‌تون رو داغ کنید بعد بریزید مذاب رو. وقتی که میخوایم مذاب رو بریزیم باید مسیر مذاب توی بوته رو به طور کامل حرارت بدیم تا سرخ بشه. همونطور که توی ویدیو مشاهده میکنید من مسیر مذاب رو داغ میکنم و سپس میریزمش توی ریژه. وقتش رسیده که مفعولمون رو برداریم و با ضرباتی از چکش شیره‌ای که به اون مونده رو جدا کنیم. حالا نوبت به اره کاری رسیده. برای روان شدن اره کاریمون از موم استفاده میکنیم. موم زنبور عسل. پس با موم تیغ اره‌مون رو آغشته میکنیم تا خیلی راحت تر بتونیم برش کاریمون رو و اره کاریمون رو انجام بدیم و روی طرحی که داریم دقیقا روی خطهای خود طرح اره کاری میکنیم تا به شکل مورد نظرمون برسیم. اینجا من فیلم رو تند میکنم که زمان زیادی ازتون نگیره. ادامه مراحل ساخت این آویز رو حتما ویدیوشو میذارم، پس کانالم رو دنبال کنید و اگر خوشتون اومد و به دردتون خورد این نکات و این ویدیو حتما لایک